سلام علیکم دوستای عزیز. امروز میخواهیم که یک سوپ مرغ آماده کنیم که رمزی هوای سرد واقعا میچسبه. اینجا مواتایشه. روغن میریزیم خیلی کم، البته او زیاد نه، یک 4-5 قاشق ماستخوری. پیاز را اضافه منیم دیگه. پیاز را باید سرخ نشنه، پیاز یک کم فقط تفت بده که خوبش میه. باشه که اینی قدر زرد شد، گوشت را میریزیم. بعد که گوشت را انداختی با سیر را مندازنی که خوب گرد شنه. نالی هم گرجش را میریزی. گوشت را که 2 دقیقه تفت دادی، بعدش آبی جوش اضافه منیم بلشی میلی که گوشت پخته شنه تا 15 دقیقه 20 دقیقه پخته میشه دیگه. خب این گوشت ما آماده شد. این حال گوشت رو باید بور کنی که ریزه ریزه شنه. این حال مواتای دیگهش رو مندازنیم. این زردکش انداختیم، کچالو رو مندازنیم، نخود رو مندازنیم. نخود را البته موی را چی کده بدیم دیگه، از قبل ترک دادیم، جوش دیدیم که نرم باشد. فلفل دلمه رو مندازنی، مرچ دلمه، و چوب گشنیز. نیاش را اضافه منیم دبلشی که از جمله بود 1 قاشق نمک بود، نیم قاشق مرچ سیاه بود، نیم قاشق زردچوبه بود، 1 قاشق زردچوبه و 1 قاشق هم موادی که برای مرغه. نیل آوشو منیم دان دیگر ما کم کده میلیم که موادهایش پختش نه، مثلا زردک و کچالویش میاردیش یکم زیادتر وقت میکرده. این کچالو قد زردک لی پوره پختش ده دیگه. نیالی گوشت را اضافه منیم. نیالی گشنیزش اضافه منیم. آرد جوری را 1-3 قاشق ترنی قدا یخ. آب جوری را اضافه منیم. آب جوری از این خاطره که امی آرد جوری که امی خوب لوابدار باید، غلیظ شنه میتر دم تو باید گم بیدیه. این آرد جوری را اضافه کردیم. این حال 1-3-4 دقیقه دیگه میلیم که یک کم دیگه هم جوش بخوره، بعدش آماده میشه دیگه بخوریم. این بخیر سوپ از مو آماده شد. رنگ روخش که خیلی خوبش معلوم میشه. دمزی هوای سرد زمستانی که برف از بال بباره، واقعا امی رقمی سوپ مزه داره، مزه میدیه.